سلام به چند دانش پرداز خوش آمدید. من بازم با یک ویدیو دیگر اومدم. اگر ویدیو خوشتان آمد لایک، سابسکرایب و دکمه زنگوله فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر شود. به دوستان صفحه دانش پرداز معرفی نماید. دوستان داریم، مورچه‌ها واقعاً موجودات شگفت‌انگیزی هستند. در اینجا چند دانستنی جذاب در مورد آنها آورده‌ام. 1. تیمسازی قوی. مورچه‌ها به صورت اجتماعی زندگی می‌کنند و دارای ساختارهای اجتماعی بسیار پیچیده‌ای هستند. هر کلونی مورچه‌ها شامل کارگرها، سربازها و یک یا چند ملکه است. 2. توانایی ارتباط. مورچه‌ها با استفاده از فرمون‌ها، مواد شیمیایی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. این فرمون‌ها مسیرها و اطلاعات مختلفی را به دیگر مورچه‌ها منتقل می‌کنند. 3. قدرت حمل بار. مورچه‌ها می‌توانند بارهایی تا 50 برابر وزن خود را حمل کنند. این توانایی به آنها کمک می‌کند تا منابع غذایی را به کلونی خود برگردانند. 4. کشاورزی و دامداری. برخی گونه‌های مورچه‌ها فعالیت‌های شبیه به کشاورزی و دامداری دارند. به عنوان مثال مورچه‌های برگ‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و از آنها برای پرورش قارچ استفاده می‌کنند. 5. زیستگاه‌های متنوع. مورچه‌ها در همه قاره‌ها به جز قطب جنوب زندگی می‌کنند و بیش از 12,000 گونه مورچه شناخته شده است. 6. طول عمر ملکه. ملکه‌های مورچه‌ها می‌توانند چندین سال حتی تا چند دهه زندگی کنند، در حالی که کارگرها معمولاً طول عمر کوتاه‌تری دارند. مورچه‌ها با وجود اندازه کوچکشان تأثیر بزرگی بر اکوسیستم‌های مختلف دارند و دانشمندان همچنان در حال کشف ویژگی‌ها و رفتارهای جدیدی در مورد آنها هستند. 7. جنگ‌های مورچه‌ها. مورچه‌ها می‌توانند جنگ‌های شدید بین کلونی‌های مختلف داشته باشند. این جنگ‌ها می‌توانند برای منابع غذایی، قلمرو یا دفاع از کلونی اتفاق بیفتند. 8. مورچه‌های زامبی. برخی از گونه‌های قارچ‌ها می‌توانند مورچه‌ها را آلوده کرده و کنترل رفتار آنها را به دست گیرند. این مورچه‌های آلوده که به مورچه‌های زامبی معروف هستند، به مکان‌های خاصی هدایت می‌شوند تا قارچ‌ها بتوانند تکثیر کنند. 9. مورچه‌های غواص. برخی از مورچه‌ها می‌توانند زیر آب زندگی کنند و برای شکار غذا به زیر آب فرو بروند. مورچه‌های غواص از حباب‌های هوا برای تنفس استفاده می‌کنند. 10. مورچه‌های برده‌گیر. برخی گونه‌های مورچه‌ها بردگان را از کلونی‌های دیگر می‌گیرند. این مورچه‌ها به کلونی‌های دیگر حمله می‌کنند، لارو و تخم‌های آنها را به کلونی خود می‌برند و از آنها برای کارهای مختلف استفاده می‌کنند. 11. مورچه‌های آتشین. مورچه‌های آتشین نیش‌های دردناکی دارند که می‌تواند علائمی مانند تورم و سوزش ایجاد کنند. این مورچه‌ها به دلیل طبیعت تهاجمی و نیش‌های دردناکشان معروف هستند. 12. مورچه‌های جنگ نورد. برخی از گونه‌های مورچه‌ها توانایی ساخت پل‌های زنده از بدن خود دارند. این پل‌ها به مورچه‌ها کمک می‌کند تا از موانع عبور کنند و به مقصد خود برسند. مورچه‌ها واقعاً موجودات شگفت‌انگیزی هستند و دانستن درباره آنها می‌تواند به ما نشان دهد که چگونه دنیای کوچک آنها به طور پیچیده و هماهنگ عمل می‌کند. 13. ژنتیک متفاوت مورچه‌ها. بعضی مورچه‌ها دارای کارگرهای کوچکتر و کارگرهای بزرگتر هستند که به مورچه‌های مینیم و مورچه‌های ماکسی معروف هستند. این تفاوت‌ها در اندازه می‌تواند باعث تقسیم وظایف بهتر در کلونی شود. 14. مورچه‌های خوابیده. مورچه‌ها همچنین زمان‌هایی برای استراحت و خواب دارند. مورچه‌های کارگر به صورت دورهای خوابیده و بیدار می‌شوند تا همچنان کارها به خوبی انجام شود. 15. مورچه‌های جوینده. برخی از مورچه‌ها به عنوان جوینده‌ها کار می‌کنند و وظیفه دارند منابع غذایی و آب را برای کلونی پیدا کنند. آنها از حس بویایی قوی خود برای پیدا کردن غذا استفاده می‌کنند. 16. مورچه‌های پرنده. بسیاری از مورچه‌ها در دوران خاصی از سال بال در می‌آورند و پرواز می‌کنند تا کلونی‌های جدیدی را بنا کنند. این مورچه‌ها به عنوان ملکه‌های پرنده شناخته می‌شوند. 17. مورچه‌های جنگنده. برخی مورچه‌ها دارای جنگنده‌های قدرتمندی هستند که به عنوان سربازها عمل می‌کنند و وظیفه دفاع از کلونی را بر عهده دارند. 18. مورچه‌های نجات بخش. مورچه‌ها در مواقع اضطراری می‌توانند به سرعت از یکدیگر پشتیبانی کنند و مورچه‌های زخمی را به کلونی بازگردانند. 19. مورچه‌های تله‌گذار. برخی از مورچه‌ها تله‌های جالبی برای شکار قربانیان خود می‌سازند. به عنوان مثال مورچه‌های درختی برخی برگ‌ها را به صورت تله‌های قارچی ترتیب می‌دهند تا حشرات دیگر را گرفتار کنند. 20. مورچه‌های مهندس.
برخی گونه‌های مورچه‌ها می‌توانند ساختارهای پیچیده‌ای مانند پل‌ها، تونل‌ها و لانه‌های زیرزمینی بزرگ بسازند. سوسنبرگ‌ها واقعاً موجودات شگفت‌انگیزی هستند و دنیای آنها پر از شگفتی‌ها و رازهایی است که هنوز دانشمندان در حال کشف آنها است. روز تبا 1. دانسته دیگر. خدا حافظ تان دوستان دارم.